در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به واسطه او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نخواهد شد. یوحنا باب 1 از آیه 1 تا 5 خوندم. بله، هیچ وقت هرگز تاریکی بر این نور چیره نخواهد شد. پس بیاین ما نیز این نور رو در خودمون بیشتر و بیشتر بتابونیم. ای مسیح بر ما بتاب، بر ما بدم نفس حیاتت. ای کلمه خدا، ای مسیحم، ای منجیم. میخوام در وصف تو بهترین سرودم رو بسرایم.